درود به روایت شهر، خوش آمدین دوستای عزیز. دقیقاً میشه گفت آخرین شب، البته فردا آخرین شب، ولی ما امشب هم احتمالاً بگین آخرین شب ماه مبارک رمضان باشه و تایمی که امشب انتخاب کردیم برای شما دوستای عزیز پای حصار و مکانی که کاملاً تردد بسته شده به روی مردم، فقط پیاده روی میشه کرد و حتی کمابیش موتورسیکل هم اجازه رفت آمد دارن و شلوغی کل هرات اینمی منطقه پای حصار و محصولاتی که شما به تصویر میبینین بیشتر همو حبوبات و نخود و کشمش و تخمک و به هر حال چیزایی که به سفره عید استفاده میشه. و همچنین ما جای داره تشکر بکنین از حامی و اسپانسر برنامه نوشیدنی طبیعی راکی و کیفیت بسیار عالی. دوستا با ما باشین، میرین با هموطنان عزیز خود صحبت‌های خودمانی دارین، ببینین که بازار چطور آغاز کردن، فروشات چه قسمی هست. ان شاء الله با خود اینا هم کلام بشین و شما هم برنامه رو دنبال کنین. برادر عزیز سلام علیکم. مانده نباشین. زنده باشین. جور بخیرین. عاشق. نام مبارک شما؟ مصطفی جان. چند روزه که به این مسیر پای حصارین؟ یعنی به این مسیر بله. یک 5 سال میشه. خب فعلا دقیقاً به این منطقه چند وقت؟ به این منطقه 5 سال میشه. خب ماشاءالله. چند کس به اینجوری تال ادامه دادین؟ دیگه عناب، چبلی، کنجد، خشکبار، تربار، هر چه که بگین. چطور امسال نسبت به سالهای قبل؟ امسال خوبه دیگه، به همین شوروالا ما کم عذاب میکنه. شورولی ما کم عذاب میکنه. تا جایی که من در جریانم باز به این موقعیت شورولی همیشه با شما همکاری میکنن. همکاری مرگ میکنم، اکثر مر پاس میکنه، یک دم بیزو کچی دیره میکنه، یک دم بیزو کچی دیره میکنه، یک دم طرف دروازه میبره ما. خب به هر حال اگه منظم‌تر استاد باشین که مانی منظم‌تر استاد شو کو که کدو چاخ پتا سراخه. خب این فعلا کو تا سراخید. خود تا سراغ نیست، سر سراغ بنده که باز کیلو موتور تیر میشه. خب ان شاء الله همه ما شما در کنار همدیگر با هم همکار باشین، یک جامعه پر از صلح و صمیمیت و آرامش در کنار همدیگر دارین. بسیار خوب، ما برای شما تحفه هم میدین. قبل از اینکه تحفه برای شما بدیم پرسان میکنم، تا حالی از نوشیدنی راکی استفاده کردین؟ نه کردم. خب بار اوله پس. بله. خب ما دوستا رو میر باز کنیم، نوش جان کنین، کیفیت رو هم بگین برای دوستان. بین بسم الله کنین. اول افطاره. صحیح شد. باز کنیم. یا روا کده. بسم الله کو روزانه دیش خیره. الان به یک نفس خوردیم بگین چی رقم کیفیتی. خیلی چیزا لکسی خیر بینید. تشکر شما. دوست عزیز با ما باشین تا شام هرات عزیز و به هر حال صحبت‌های خودمانی که با هموطنان عزیز دارین و خیلی خوش و خندان هم هستن دیگه. بازارهای بسیار گرم هم هست. ببینیم کدام دوست و کدام عزیز با اینجا پیدا میکنیم، با اونا مصاحبه بکنین و کیفیت کار از زبان خود نجویا بشین. بیننده عزیز، جا شما خالی دقیقاً به تایم ما به اصطلاح هراتیا سر افتاد شدین که تایم غذا خوردن دوستام هم هست و دوغ بسیار خوبی هم دارن، نوش جان میکنن، چای هم نوش جان کردن، دمدم افطاره و دوستام خوب سرگرم هم هستن. کوتاه وقت نور نمیگیرن. سلام مانده نباشید. سلام به شما و شنونده ها و بیننده های عزیز. میرویس هستم از ولایت هرات. بسیار خوب. میرویس جان چطور آغاز کردیم امروز؟ شکر بد نبود. چی فروشات داریم اینجا؟ جیبادم، آشک، کنجد. بازارها چطور امسال؟ شکر الحمدلله خوب بد نیم. یعنی راضی هستین از بازار؟ الحمدلله. بسیار خوبه. من خیلی وقت شما نمیگیرم، به برنامه ما تحفه هم دارین. میخوایم از همکارا خواهش میکنم به تحفه که با شما مد نظر گرفتین نوشیدنی طبیعی راکی و طعم آلبالو ما دوست دارم باز کنیم. البته قبل از اینکه تحفه بدیم به شما پرسان میکنیم تا استفاده کردین؟ نه تا استفاده. بس چون البته بازار تازه آمده سر باز کنیم، یک افتتاحی بکنین. نوش جان شما. اما چیزی که به دل شما شیش بگین واقعیت. خدای خوشتمه. تشکر شما. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشیم. دوستان دو قجیلالا رو باز به عنوان مهمان نوازی میگیرم.
با دو غمالیه و خدا. همراهان عزیز، به منطقه پای حصار که میایین، نه تنها که هموطنان عزیز ما قسمتی از بازار البته سرک گرفتن، احاطه کردن و چرخهای سیار آماده کردن و میوه خشک، باز به این قسمت محصولات بسیار خوبی و دیدنی، تزئینی و چینی باب هم هسته که واقعا دیکورای بسیار خوبی و به این تایمای از سال البته سفره‌ای عید از اینا بیشتر استفاده میشه و میرین با حاجی صاحب هم کلام میشین ببینین که فروشات و بازارهای از اینا به این شب روزا چطور هست. سلام حاجی صاحب، مانده نباشین. سلام باشین. ساعت شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خدا رو شکر. شما مبارک شما صاحب. فرهاد جان، چطور آغاز کردیم امروز؟ روز خوبی الحمدلله، هوا خوبه، نرماله، مشتری‌ها زیادم، تردد مردم زیاده، خوب الحمدلله. بازار امسال بهتر یا پارسال؟ بازار که واقعیت بگیم خیلی بهتره از قبلا کرده، حال مردم به حساب نفوس زیادتر شده، تردد مردم زیادتره، کاروبار ما الحمدلله بهتر. فروشات هم دیگه عالی. فروشات خوبه شکر. حتی وقت نداریم گفتم مردم قدیم سر خوب بخورونی. بسیار خوب. چی پیام و چی گفتنی دارن به عنوان یک فروشنده، یک مغازه اصیل خوبی هم دارین؟ به هر حال بعضی دوستا میان قیمت میگیرن از شما، وقت شما میگیرن، باز پس بیرون میشن. به هر حال کسی که میه به عنوان خریدار بخره دیگه، یک چنه خورم اگر میزنه. بله خود 100%، چون چنه وقت مسلم از ایناه. مونتا مردم باید هر تو مخلوق میایه به مغازه تابلو میشه، مونتا کوشش کنم اخلاق خوب داشته باشم، خدا اینو صحبت خوب داشته باشم، چون نخ میزنم بابا پرسان میکنه میره بازار نخ میگیره، پس می از اینجا خریداری میکنم. باید هر چه کوشش کنم اخلاق اینا خوب باشه. مغازه دار اولین حرف که دارم باید کلا هر چه مغازه داره باید اخلاق اینا نیک باشه با مشتری. بسیار تشکر از شما رئیس بزرگوار. ما تحفه هم داریم برای شما، البته برگ سبز و تحفه درویش و طعمی هم که برای شما بالا مد طعم همه نوشیدنی طبیعی راکی. تا استفاده کردین؟ بله بله حتما. کیفیتش چطور؟ خیلی عالیه. بس اینم تقدیم میشیم. تشکر. سلامت باشین. بیننده عزیز با ما باشین، همچنان گشت گذار ما ادامه داره. پای حصار و شهر زیبای هرات و هموطنان عزیز ما سرگرم خرید و فروش و محصولات البته بیشتر برای سفره عید و دکان هم خب ماشاءالله سرگرم هم دوستا ما و ما بیشتر میریم داخل بازار، میریم با هموطنا گفتگو داریم و صحبت داریم. با ما باشین. همراهان عزیز مجددا سلام خدمت شما. آمدین داخل یکی از سوپر مغازه های بسیار کلان و منظم و خیلی هم در کل آجیل بابی که دارن، آجیلای بسیار خوب و مقبول و چیدمان بسیار عالی و ناگفتن همون دوست عزیزی که البته در قسمت مدیریت میکنن، جناب آقا سید مکرم شاه سیدی از بزرگای اهل فرهنگ و ادب و همچنین کارمند ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات هم هستند و ما خب معرفی کردین. بازم چه خوب است که آقا صاحب دوباره معرفی داشته باشن که شما بینندای عزیزم بیشتر آشنا بشین با آقا. سلام، مانده نباشین. زنده باشین. به نام خدا. باز هم خود معرفی میکنم سید مکرم شاه، یک کارمند شهرمندان ولایت هرات. بسیار خوب. آقا صاحب بزرگوار چند روز میشه که این البته سوپر مغازه رو فعال کردین؟ دیگه روز چهارم بالاخره یک مدت میشه که باید بیشتر ما به خدمت مردم جامعه میقدشیم. برای دیگه مدت کمی میشه ولی خود ما یک کمی تفاهم کرده بود که به صدای بروی پای حصار داربستار اجازه نمیداد که تا بالاخره ما برای دیگه تجربه کاری داریم و میجی بیش از چندین سال میشه و همین کار کسب و هنرمونه. خودی از دوستا فامیلا قریب هم میجی دست کمک هم کاری از اینا
همیشه وظیفه پیش میبریم و آمدن شما ما خوشحال شدیم که باز هم به همین وقت آمدیم دیدن از ما گرفتیم و تشریف آوری شما خیر مقدم میگیم. سلامت باشین قربان شما. چطور آغاز کردین در به این 3-4 روزی که شروع البته آمد عید مبارک رمضان هم هست، عید فطر و آغاز شما چطور بوده؟ راضی هستین از فروشات از بازار؟ شکر به حالتی که کاروبار شکر خوب است. نگران برای از اینکه خود دولت هم برای ما یک اجازه فاکتور بخش برای ما داده و باز هم ما زیر فی از بعضی وسایل و جنس آخر میدیم. باید اقتصاد مردم مالی تقریبا اصلا اقتصادیشان ضعیفتره. باز هر کدوم به نظر به توانایی خود مشکل خود برای از اینکه همین حناناتی که ما با شما داریم همون رسم رسمی رو به جا میکنم و همون حالت هر که برابر به توانایی خود میگه برگ سبز و توفیق درویش میبره بالاخره ما از میکنم. یک موضوعی است که میگن هر سال از سال بعد یا بدتر میشه یا بهتر میشه. من به عنوان یکی از فرهنگی های هرات از شما این سوال داشته باشم، عید امسال تا عید پارسال تفاوت داره؟ بهتر شده یا بدتر شده؟ فرقی بزی داره که از اقتصاد مردم ضعیفتره. از نظر به امنیت شکر امنیت است و نظر به مشکلات اقتصادی یک مشکل دارم. دیگه مشکل اگر هم اقتصادی هم نمی‌بود دیگه ایدو هم بهتر بود. بله مثلا انشالله امیدواریم ما شما به عنوان شهروند افغانستان و هرات عزیز که یک کشور همطور که حال صلح و امنیت دارین، یک کشور اقتصادی داشته باشین و مردم ما شما دیگه آواره و بدبخت نباشن و همو سرمایه‌ای که لازم دارن داشته باشن. دوستای عزیز ما داخل برنامه تحفه هم دارین برای دوستا. قبل از اینکه من تحفه تقدیم کنم برای اجاق آصف من میخوایم معلومات بگیرم. اجاق آصف با نوشیدنی راکی معلومات دارین؟ چرا نه؟ ولی خیلی یک چیز طبیعی و وطن خودمونه. بالاخره کاش که هم از این استفاده صحیح بکنم که از کشورهای خارج صادر نشه که از این حنانات چی وطن آب میوه خودمون به حساب استفاده صحیح بشه و بالاخره ما خیلی هم از اون شرکت اینا به عنوان کسی که استفاده کردیم رضایت از این چرا نه؟ ولی استفاده تا به خانه هم چندین دفعه گرفتیم رضایت صحیح دارم. ولی بسیار عالی. از ما هم دیگه برگ سبز و توفیق درویش تقدیم شما ان شاء الله به تایم افطار نوش جان بشه. شما آمدیم و بالاخره خیلی تشکر از توفیقی که دادیم و توفیق رو باید ما به شما ایدی بدیم. خودی هم کارا خداوند شکر دهنا واز است میتونه که پیش از پیش همیشه از این میوه استفاده صحیح بکنید. تشکر. روز خوشی به تمام برادران مسلمان خوب رسال میرسونیم از این طریق ولایت هرات ما. سلامت باشید. امیدوار خوش باشین به خدای کریم. دوستای عزیز با ما باشین. برنامه همچنان ادامه داره و با دوستا صحبت‌های خودمانی داریم. بادام، پسه، خسه، کشمش، کنجد، مغدجات، جات بفرمایید برادران خوش آمدین. پسه، خسه، فندق. دوستای عزیز همراهان همیشگی ما به یک جای برخوردیم که یک لالای بسیار شوقی اما اصیل هراتی همون لهجه شیرین هرات دارن مشتریا خور صدا میکنن. این لالا دیگه فکر کنم از اون کسایی هستن که مشتری به زور هم شده کش میکنن. یک بازاریاب بسیار قوی معلوم میشن. حاجی لالا سلام. سلام، به نام خدا صفی الله سزاده هستم، یک از چرخی های شهر هرات. چند ساله که می مسلک چرخی یعنی به اصطلاح خود شما چرخ دارین به هرات؟ ما یک 8 سال 10 سال میشه به می هرات چرخ داریم. 10 ساله. بله. چی محصولات به می 10 سال فروش کردین؟ انجیر، میوه، دونه به می ایدا هم میایم به سرچاک برای خود کس امروزی پیدا میکنیم. کدام محصول بیشتر به شما فایده کرده؟ خدا واسه که هر محصول همین ادما چرخی ها که هست همین شو ایده دیگه شو مزه نداره به هر سال 2 ایده. حالی کشویش شما نه؟ بله. این مجموعاً چند کیلویه جلالا؟ همین 250 کیلو. 250 کیلو. بله. خب یعنی ان شاء الله تا صبح خلاص میشه. بنا به خدا چیزی که خدا بخواد. 5000 از این فایده داره نداره؟ داره، یک 10000 هم داره. اوه شکر، چیزی که خدا بخواد میشه. بسیار خوبه که خوشبین هستیم ماشاءالله برای شما. ما برای شما تحفه هم داریم و از دوستان خواهش میکنم تحفه‌ای که با برنامه مد نظر داریم برای هموطنان عزیز و نوشیدنی طبیعی راکی
طعم همه ما دوست دارم باز کنیم، یک بار نوش جان بکنین، کیفیت هم بگین که چه کیفیت داره. ما شاگرد از این اند اینجا استاد خدا یالا بیا بالا مستشار معلم بده ما بکنم باز شما داریم که بخیر ما نشون ندن. به عجب نشیدنی خدای عالی بود. بله تشکر شما. زنده باشید. سلامت باشید. دوستای عزیز جای شما خالی، البته کسایی که به هرات هستین خو از این فضا دیدن میکنین، دوستایی که بیرون از کشور هستین و دق آوردین پشت هرات عزیز و افغانستان نازنین، کسایی که به هر حال رفتین هنوزم فرصت هست برگردین بیاین به کشور خود در کنار این هموطنان عزیز و این تایم شام که بیاین صفا و صمیمیت و همدلی و برادری و برابری از پیشانی همه دوستان معلوم میشه و خیلی خوشحالن و ما هم لذت میبرین. البته تایم برنامه برای ما اجازه نمیده و ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم تا برنامه بعد و دیدار بعد. همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم و عید خوب و خوشی در کنار اعضای فامیل برای شما از خداوند متعال خواهان هستیم. تا درود دیگر، بدرود.